امروز میخوایم با همدیگه یه سری از ترسناکترین جاذبه های دنیا رو ببینیم کی جرأتشو داره بره و تجربهشو کنه. It's not a good idea. پیش از هر چیز روی دکمه سابسکرایب کلیک کنین و زنگوله رو فشار بدین تا بهتون عجیب‌ترین دیدنی های دنیا رو نشون بدیم. تا حالا شده بخواین از بلندترین ساختمون نیویورک که 335 متر ارتفاع داره آویزون بشین؟ اونایی که عشق ارتفاع و هیجان هستن میان این بالا و خودشون رو آویزون میکنن تا این ارتفاع جذاب رو با خیابونای شلوغ زیرش نظاره بکنن. این ساختمون یه جذابیت دیگر رو هم واسه اونایی که از ارتفاع نمیترسن نگه داشته. میتونین بیاین و از این قسمت ساختمون دیدن بکنین که یه چیز شیشه‌ای بین شما و 335 متر ارتفاع قرار داره. تاب بازی در ارتفاع رو کی دوست داره؟ میتونین بیاین چین و این تاب 22 متری رو سوار بشین. موقع تاب بازی میتونین از منظره زیبای کوههای پر از برف همراه با حس بی‌وزن شدن لذت کامل رو ببرین. از قیافش پیداست چرا بنده خدا رو محکم بستن داخل تاب. توی جنوب غربی چین هم یه پل جذاب وجود داره که کاملا ایمنه و میشه از روش رد شد، ولی یک کم فاصله قسمتاش از هم زیاده. فقط یک کم. البته نگران نباشین، یه تناب واسه امنیت بهتون وصل هست، چون اگه یک قدم اشتباه بردارین کارتون تموم. شنیدین که میگن وقتی یه بار دوچرخه سواری کنی تا آخر عمر یادت میمونه؟ ها؟ خب امیدوارم واسه یه دوچرخه سواری توی ارتفاع هم همین قاعده صدق کنه. توی مکزیک یه تفریح جالب واسه عاشقان ارتفاع طراحی شده که میتونن هم ورزش کنن و پا بزنن، هم از منظره زیبایی که زیر پاشون قرار داره لذت ببرن. توی قسمت شمالی استرالیا یه تفریح قرار دادن که مردم میتونن برن و از نزدیک یه کروکودیل خیلی بزرگ رو ببینن، اونقدر نزدیک که فقط یه شیشه اون وسط است. دیگه خدا بیامرزتشون. توی تایلند یه فروشگاه خیابونی داریم که مثل دست فروشای خودمونه، با این فرق که یه قطار از توی این خیابون رد میشه. خیابون هم تقریبا هم اندازه قطاره، یعنی قطاره که میاد مردم چند ثانیه بیشتر فرصت ندارن از سر راهش برن کنار. پرتگاه سوشی توی روسیه یه جور بهشت واسه خودش، ولی فقط واسه اونایی که عاشق بانجی جامپ هستن. اینجا یا خودت میتونی بپری، هر کاری هم دوست داشتی بکنی، پشتک بزنی، قل بخوری، ولی اگه نپریدی میگیرن پرتت میکنن پایین. خلاصه هر کاری که میکنین اول مطمئن بشین که این تنابه درست وصل شده باشه. اینجا جاییه که مردم میان برای شنا کردن، ولی یه ساحل عادی و آروم نیست. اسمشو گذاشتن استخر شیطان. اول از همه بگیم که اینجا توی گوشه زامبیا قرار داره و بغل دست آبشارای ویکتوریاست. حالا نکته جذاب اینجاست که آب اونقدر آرومه که اگه یه قدم اشتباه بردارین صاف میرین اون دنیا، یعنی ببخشید میرین اون پایین. شنیدین که میگن غذا خوردن با یه منظره قشنگ خیلی میچسبه؟ خب این رستوران این مورد رو یه کمی زیادی جدی گرفته. میپرسین چرا؟ چون اینجا میتونین توی ارتفاع بلند و جذاب غذاتون رو میل کنین. توی اعماق جنگل‌های پرتغال یه پدیده خیلی شگفت‌انگیز وجود داره که وقتی نگاش میکنین حس میکنین یه راست به وسط زمین وصله. آدم نمیتونه نگاش نکنه، ولی من بودم نزدیک این قسمت شنا نمیکردم. معمولا مردم وقتی میخوان از یه ساختمون بلند بیان پایین از یه چیز جذاب اسم آسانسور استفاده میکنن دیگه، ولی توی یکی از آسمون خراشای دبی خیلی با این مورد موافق نبودن، چرا که این سرسره جذاب و طراحی کردن که میتونین باهاش از طبقه 53 سر بخورین بیاین پایین. نکته جالبترش اینجاست که زیر سرسره هیچی به جز یه لایه نازک شیشه نیست، یعنی شکست همون مسیر رو به جای سر خوردن سقوط میکنین پایین، دور از جون. البته دفعه بعدی که حوصلتون سر رفت اومدین چین و از توی منطقه گواندانگ سر در آوردین، یادتون باشه که یه سری هم به دست بودا بزنین. یه مجسمه خیلی بزرگ که منظره دره گولان رو براتون به نمایش میذاره. واسه بالا رفتن اومدن توی دست بودا هم نرده کار نذاشتن، فقط یه تور زیرش پهن کردن که افتادی پایین راه دوری نری. خلاصه توی چین یه چیزی هم هست که بهش میگن بوسه پرنده. اینطوریه که این دوتا مجسمه که میبینین میچرخن و خم میشن تا همدیگر رو ببوسن. اون آدمایی هم که تو دستاشون حضور دارن باید اون بالا واسه خودشون غاز بچرونن. چیزی که این مورد رو جذاب میکنه اینه که هیچ اقدامات امنیتی براش انجام نشده، نه از کمربند خبری هست نه صندلی. تنها چیزی که بین شما و مرگ وایساده این حصاره که تا سینه شما بیشتر بالا نمیاد.
شنیدین که میگن تاب بازی واسه بچه‌هاست؟ این تاب که توی کوههای دالامایت ایتالیا ساخته شده طوری طراحی شده که شما رو به بچگیتون برگردونه و پوشک پاتون بکنه. شما صدای جیغو گوش کن. گوش کن. دیگه من هیچی نمیگم. توی بیابونهای بیرونی ترکمنستان یه دره گازی وجود داره که اسمش دروازه هست. معروف به دروازه جهنم. این دروازه حدود 50 ساله که آتیشش خاموش شده و دماش تا 1000 درجه سیلیسیوس هم میرسه. اینی که میبینین یکی از خطرناکترین جاده های دنیاست. این جاده که میبینین در کنار یکی از کوههای چین ساخته شده و یه سقوط 800 متری در کنارش داره به شما سلام میکنه. اکثر راه مسیرتون یه طرف است و یه راه باریک. یعنی اگه یه راننده ترسو بیفته جلوتون سبقت تو کارتون نیست. باید برین راضیش کنین تا خودش بره. مثل اینکه واسه دوچرخه سوارا هر کی اومده یه چیزی طراحی کرده تا حسابشون رو برسه. این چیزی که میبینین توی آلمان قرار داره و ساخته شده تا دوچرخه سوارا اینقدر عقب و جلو بکنن تا بتونن یه دور کامل بزنن. حالا اگه درست سرعت بگیرن یه دور میزنن، ولی اگه زیادی سرعت بگیرن قرار نیم ساعت بعدش بالا بیارن. حالا بریم سراغ کوهنوردا. تا حالا شده وسط کوهنوردی خسته بشین و خوابتون بگیره؟ یه راهایی هم هست که وسط کوه بشه کمپ زد و گرفت خوابید. ولی آیا واقعا حاضرین توی همچین ارتفاعی بگیریم بخوابین؟ اصلا اعصابش رو دارین؟ پس بیاین اینجا. اسم این مورد تیلت هست که به معنی خم شدنه. توی شیکاگو قرار داره و قرار حال معتادای آدرنالین رو جا بیاره. اینجا میتونین از طبقه 94 ساختمون جان هنکاک خم بشین و پایین رو نگاه بکنین. ارتفاعی که میبینین 313 متره. یادتون میاد توی قرون وسطا از اینا استفاده میکردن تا چیزای آتشین پرت بکنن روی سر دشمنانشون؟ یادتونه؟ حالا اینا اومدن سقوط آزاد رو با این وسایل قرون وسطایی قاطی کردن. همچنین قیمه ها ریختن تو قرون وسطا. فرمودین دقیقش نفهمید. همچنین قیمه ها ریختن تو قرون وسطا. خب من خیلی خوشحالم تو با مطالعه وارد این بحث شدی. من خواهش میکنم فقط یه مقدار آبمیانش کن که ما بفهمیم پیش بریم بحث رو. همه چی جذابه و داره به اونایی که پرت میشن پایین خوش میگذره، فقط به 2 تا شرط. یکی این که ترس از ارتفاع نداشته باشن و یکی هم این که یادشون نره چترشون رو باز کنن. بله. این پل کابلی 140 متر طول داره و عملاً فقط از کابل درست شده. یعنی تنها چیزی که بین شما و ارتفاع 700 متری قرار گرفته کابل بعدیه. این پل توی آستریا قرار داره و 2 قله کوه دانر کوگل رو به هم وصل میکنه. اسمش هم گذاشتن نردبون بهشت. دیگه یا میرسی بالاش و میری بهشت یا مستقیم میری پایین و جهنم و 700 متر پایین تر تجربه میکنی. Looking far up is not a good idea. این بزرگترین پرتاب انسانی دنیاست. فکر کنین توی دره نویس توی نیوزلند پرتاب بشین و توی 1.5 ثانیه 100 کیلومتر بر ساعت سرعت بگیرین. درسته به خاطر سرعتی که دارین زود تموم میره، ولی بعید میدونم تا آخر عمرتون این تجربه رو از یادتون ببرین واقعا. خب چطور بود؟ نظرتون رو توی بخش کامنت ها بنویسین. لایک و سابسکرایب و زدن زنگوله هم فراموش نشه. خداحافظ.